خب سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این قسمت اولش رو توی سایه قبلی آموزش دیدید. اومدم توی رنگ زمینم تقریبا از رنگ گلبهی استفاده کردم. بعدا متوجه شدم که قسمت اول فیلم رو نگرفته که دیگه از این قسمت شروع کردم به فیلم برداری. کامل سایه گلبهیمو ابتدا تا انتها زدم و رفتم سراغ قسمت کاتگریسم. توضیحات کامل کاتگریس رو توی سایه قبلی دادم. کانسیلر رو بر میدارم و شروع میکنم از قسمت کریس چشمم رو پیدا میکنم و تا انتهای چشم میکشم رو به بیرون. این قسمت ها رو کامل پر میکنم، یک دست میکنم و یه مقدار کارای تمیزکاری و مرتب بودنش رو انجام میدم. توی این مرحله دارم یه مقدار رنگ‌های تیره برمیدارم. میخوام دقیقاً توی کریس رو یه مقدار تیره تر کار کنم. وقتی که کات کریس رو انداختید ولی احساس میکنید که رنگ زمینتون دوست دارید تیره تره، میتونید با یه براش کوچیک رنگ تیره رو بردارید و پشت کات کریستون رو تیره کنید. وقتی که پشت کات کریس و سایه تیره زدید حتما شروع میکنم با یه براش کوچیک بیشتر فیدش میکنم و خط کات کریسم رو مجددا پررنگ میکنم که تمیزتر باشه. خب توی این مرحله زیرسازی که زدم و یکم با بیوتی بلندر یک دست کردم و بعد با پودر فیکس یه مقدار کم فیکسش کردم. نیاز نیست خیلی زیاد فیکسش کنید. دوباره خط کات کریسم و یک کوچولو مرتب کردم. حتما حواستون باشه وقتی میخواید مجددا مرتب کنید مقدار کانسیلرتون خیلی کم باشه. خب شروع میکنم از شاین استفاده میکنم. برند شاینم هم توی پستای قبلی هست، یا فراروسی یا هایمر میتونید استفاده کنید. اینجا دارم از شاین هایمر استفاده میکنم. رنگش تقریبا یه رنگ صدفی طور هستش. شروع میکنم شاین رو کامل میزنم. از همون رنگایی که بالا استفاده کردم شروع میکنم مجددا گوشه چشم رو هم کار میکنم مثل سایه قبلی. خب بچه ها توی این مرحله من رفتم سراغ زیر چشم چون دیگه کارهای پوست رو انجام دادم. با براش شماره 4 سرتخت از برند گراف شروع میکنم. خط زیر چشم رو میندازم ولی توی وسط چشم کامل میچسبونمش به بن مژه و تا انتها توی همون قسمت بن مژه نگهش میدارم. یعنی در واقع فقط چشم رو از قسمت جلو باز میکنم و شروع میکنم با براشم فید کردن. برشی که ایجاد کردم رو دارم یکم با رنگ‌های تیره مشخص تر میکنم و خطای دیدی که قرار ایجاد کنم اینجوری بیشتر مشخص میشه. همونطور که گفتم برش این دفعه فقط جلوی چشمه و از وسط چشم برش من چسبیده به بن مژه و تا انتهای چشم چسبیده به بن مژه. یعنی در انتهای چشم سایه پایین و سایه بالا کاملا به هم دیگه وصل شدن.
خب توی این مرحله شروع میکنم میرم سراغ خط چشمش، بن مژه‌ش رو کامل مشکی میکنم. گوشه داخلی چشم رو یه مقدار به سمت بیرون با نوک براشم حالت تیز بهش میدم. برای این سبک تکنیک مژه رو مثل سایه قبلی کار میکنم. اینجا هم موردمتون از نزدیک که نمای زیر چشم رو کامل ببینید که سایه زیر چشم به سایه بالای چشم کامل وصل شده.